پدر و مادرای عزیز، زمانی که خود پای روان دارین، تنی سالم دارین، تعریف از فرزند نکنین. همان وقت فرزندم میفهمی که روی جوگه بستری هستی یا که بر فلج یا که بیماری دائمی هستی. بعد فرزندم میفهمی. 2 روزم نگذشته است. یک همکسب من خانه یک نفر میرود، یک خانه 2 آشانه و دبدبه گفتی گپا. همه شرایط دارد، اما یک پدری بیمار داشته است. میگه دکتر نمیشه این پدری مرا یا به خانه همو بیماران روحی یا اینکه به خانه همو پیرانسالان بریم. برای چی؟ به چی خاطر؟ ما دشکمون نمیخریم، ما نمیپوشیم. به چی خاطر؟ به خاطر شما شخصانی که پدر نشیدین، خواهرها و دادرای عزیز. ما امروز به خاطر شما زندگی میکنیم، اما شما چی به خاطر ما زندگی نمیکنین؟ پدر مادران شما در فدراسیون روسیه به خاطر شما زندگی میکنن، امروز برای چی شما به خاطر ما زندگی نمیکنین؟ به چی خاطر؟ همین سوالی برای همه ما میشه که به چی خاطر؟ آیا در سر پیری جای ما خانه بیکسان، خانه پیرانسالان، همون جای معیوب خانه و جای بیماران روحی و هموجه است؟ تو طاقت نگاه و بین کردن پدر را نداری، تو که فرزند او هستی. فرزند یک کسی دیگه پدر مادرت را نگاه میکنه. تو غیرت نگاه و بین کردن پدر مادر را نداری، یک از پدر مادرت را نگاه میکنه. پدر مادران به همین خاطر در سالمیتون فرزنداتون بهانه تین، چون که شما خود که به پای هستین خودتون میکشین به هر که جای برین، از خودتون و از خدا میندار بشین. همین اولین درجه‌ای که میکنین شما بیمار شدین به خاطر بستری دائمی نشیدنتون، همیشه به پیش طبیبان برین، از احوال سلامتی خودتون تشخیص سپارین. وقتی که شما بستری بیماری میشین با فلج و دیگر بیمارا، بعد میفهمید که فرزند چی است. به خدا باور که من از تجربه کاری خودم میگم، از پیش خودم نمیگم. من شخصا از خودم میگم. من دانشجو هستم، این حال 32 فرزند دارم. من عبید نمیکنم که با 10 سال 20 سال که عبید میکنم قطعی فرزند میخرم، به خاطر که به خاطر فرزندم. من همکورسا میگه که نمیرم عبید کنم، میگم خونه من قریب‌تر میرم عبید میکنم، میگم میرم در زیر یک درخت میشینم. وقتی درسید با میخیز میرم میگن عبید کردی، میگم ها. به خاطر کی؟ به خاطر همین تو فرزند. و جواب همین قدر خدمت و جواب همین قدر ارزشایی که ما برای شما کردیم همین است. خدا نگهبان شما شه، خدا هدایتتون کنه. با در امان خدا.